99% مطمئن هستم که کسی قبل از من این آموزش را برایت یاد نداده، چون این فایل را خودم ساختم و برایت امروز معرفی میکنم. خب دوستان، قسمی که مشاهده میکنید تنظیمات های موبایل من مثل آیفون 17 پرو مکس است، اما خود موبایلم اندروید است، یعنی شیائومی است و میتوانید روی اندروید هم اعمال کنید. قسمی که مشاهده میکنید همه تنظیمات ها مثل آیفون شده، بدون لگ کار میکنه، خیلی عالی است و صاف و نرم و روان کار میکنه. دیگه در آموزش قبلی هم گفته بودن که دروغ میگی خود موبایل آیفون است. ببینید دوستان، این شیائومی است، روی همه موبایل ها میشه. به خاطر دریافت این فایل فقط کافی است صفحه را فالو کنین، ویدیو را لایک کنین و در کامنت هر چیزی که دوست داشتین کامنت کنین، من برایتان ارسال میکنم. ناگفته نمانه روی هر مدل هر گونه موبایل کار میکنه. در ویدیوی ما یکی از دوستا کامنت کرده بود که چگونه به این همه آدم ارسال میکنی، دروغ میگفته بود. دوستای عزیز، حتما به شخصی همهتون یکی ارسال میکنم. اگر به زودترین فرصت ندانستم در 24 ساعت در 48 ساعت حتما ارسال میکنم. دوستای عزیز، به این ماه رمضان کسی دروغ نمیگه. به خاطر دریافتش باید فالو داشته باشید تا اینکه ارسال شود. اگر فالو نداشته باشید ارسال نمیشه. شما میتونید این گونه تنظیمات ها را روی موبایلتان اعمال کنید. دیگه خیلی عالی است. ببینید اینی صفحه قفل است، چقدر جذاب است. دیدین؟ دیگه امید که از ویدیو لذت برده باشین. اگر خوشتان آمد به دوستای خودم شیر نمایید. تا آموزش بعدی موفق باشید.